توایلایت صحبت کنم، فیلمی که این روزها خیلی سر و صدا کرده. فیلم توایلایت بر اساس رمان خانم استفانی میر در حقیقت ساخته شده. خانم میر فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی هستش و این در حقیقت اولین کار حرفه‌ایش هستش و به عبارتی خیلی زود وارد دنیای نویسندگی حرفه‌ای شده. این روزها کتاب در حقیقت توایلایت که من اینجا همراه خودم دارم در دست اکثر بچه‌ها به خصوص قشر تینیجر دیده میشه. کتاب بسیار خوبی هستش. 4 جلد هست. جلد اول هست توایلایت، جلد دوم هست نیو مون و اکلیپس و بریکینگ داون. این 4 جلد رو من پیشنهاد میکنم که بخونید. البته فعلا یکی از این جلدها فیلمش ساخته شده و با همون عنوان کتاب اول هست به اسم توایلایت. البته امروز در مورد موسیقی فیلم صحبت میکنم. یک خلاصه داستانی از فیلم میگم برای کسانی که حالا بخوام بدونن که تقریبا داستان در چه موضوعی هستش. موضوع از این قراره که یک دختری به خاطر که مادرش ازدواج مجدد کرده مجبور از شهر بزرگ فینکس مهاجرت کنه و بره پیش پدرش به یک شهر بسیار کوچیک که تقریبا حدود 3000 نفر جمعیت داره. وقتی وارد این شهر میشه به هر حال دختر تینیجر هستش، در سنی هستش که باید های اسکول بره، دبیرستان بره، وارد های اسکول میشه، محیط جدید و به هر حال عاشق پسری میشه طی داستان و این پسر در یک حادثه‌ای به عبارتی در یک حادثه رانندگی جون این دختر رو نجات میده. اما طی برخوردهایی که بین این دختر و پسر شکل میگیره دختر پی میبره که پسر حالت عادی در حقیقت نداره و متوجه المانهای خاصی در رفتار پسر میشه و به مرور زمان خیلی خلاصه بهتون بگم که متوجه میشه که این پسر ومپایر هستش و یک داستان عشقی بین یک ومپایر و یک حالا انسان شکل میگیره. جالبی کتاب خانم استفانی میر این هستش که کاملا دور از اون کلیشه های ومپایری هستش. یعنی شما اگر حالا اون تصوری که ومپایر و اون دندون ها رو داره در این فیلم و در این کتاب دیده نمیشه. یک رمانس بسیار عالی هستش، البته برای میگم قشر سنی خاصی بین یک انسان و ومپایر. یک جمله خیلی معروف داره توی این کتاب وقتی که پسر در حقیقت دختر رو نجات داده، دختر فکر میکنه که این پسر به حال به عبارتی قهرمان هستش و طی یک دیالوگی پسر اعتراف میکنه و بهش میگه که حالا من انگلیسیشو میخوام، میگه What if I'm not a superhero? What if I'm the bad guy? میگه اگه من قهرمان نباشم و آدم بدی باشم چی؟ اما در مورد موسیقی فیلم صحبت میکنیم. موسیقی که الان زیر صدای من میشنوین یکی از قطعات پیانویی هستش که در فیلم به کار میره و قطعه خیلی معروفی هستش. البته این قطعه توسط آهنگساز ساخته نشده، توسط آهنگساز فیلم ساخته نشده، توسط آقای کلاود دبیوسی یا دبوسی ساخته شده. کلاود دبوسی بعد نیست راجبش بگم که یکی از آهنگسازان بسیار بزرگ دوران مدرن حساب میشه. در حقیقت متولد 1862 هستش در شهر سن ژرمن فرانسه. پدر آقای دبوسی یک مغازه ظروف چینی داشته و چون ورشکست میشه سال 1800 در حقیقت 70 اینها به پاریس موو میکنن، مهاجرت میکنن و هیچ یک از اعضای خانواده آقای دبوسی هم آهنگساز نبودن، هیچ اثری هم از موسیقی درشون نبوده و فقط مادر هستش که پی به استعداد دبوسی میبره و به هر حال دبوسی پیانو رو شروع میکنه و یکی از آهنگسازهای بزرگ آغاز قرن 20 میشه دبوسی. مکتبی که آقای دبوسی داره آهنگساز امپرسیونیست هست، آهنگسازی هستش که اون دوران زمانی که در پاریس اینها زندگی میکردن جالبه که بعد نیست که بگم که اکثر مکاتب در کافی شاپ ها شکل میگرفت. پاریس شهری هستش که به کافی خوردن و بحث کردن معروف هست. اون موقع نقاش های بزرگ، نویسنده های بزرگ، آهنگسازهای بزرگ توی کافی شاپ ها جمع میشدن، با هم بحث میکردن و به این ترتیب مکاتب خیلی و در حقیقت ایده های فکری خیلی بزرگی توی همین کافی شاپ ها به عبارتی شکل گرفت. آقای دبوسی هم از نقاشی سبک امپرسیونیست الهام میگیره و آهنگساز این سبک میشه و به این سبک شناخته میشه. جمله خیلی معروفی داره آقای دبوسی، میگه که در عصری که
هواپیما اختراع شده، موسیقی هم باید همپای اون عصر پیش بره و تفاوت کنه. به خاطر همینه که دبوسی تمام اصول و قواعد هارمونی رو زیر پا میذاره و در حقیقت یک ابداع جدیدی در ساز پیانو و کلا ارکستراسیون به وجود میاره. از کارهای بسیار معروفی که میتونم اشاره کنم، کاری هست به اسم بعد از ظهر یک دیو که بعد نیست. حالا جالب هست که بگم این نوت با این آهنگ در حقیقت با نوت سی شارپ یا دو دیز شروع میشه. نوت دو دیز در ساز فلوت تنها نوتی است که خیلی صداش خیلی دقیق و جوست نیست و برای نوازنده های فلوت خیلی سخت این نوتو خیلی دقیق بزنن و این قطعه رو مخصوصا با این نوت شروع میکنه و با صدای ساز فلوت، برای اینکه برای یکی از دوستاش که یک نوازنده خیلی حرفه‌ای بوده در حقیقت این آهنگو ساخته بوده. قطعه‌ای که در فیلم توایلایت به کار میره قطعه‌ای هستش که به اسم کلیق د لون یا به عبارتی روشنایی ماه هستش که این قطعه به هر حال نقش خیلی اساسی داره و زیر دیالوگ‌های من این قطعه رو در حال حاضر در حال شنیدن هستی. اما در مورد موسیقی فیلم خیلی خلاصه اشاره کنم، اینکه آهنگساز فیلم هست آقای کارتر برول و تنها راجع به این صحبت کنم که خیلی جالبه. کارتر برول میگه که حدود 1 سال قبل از اینکه این فیلم اصلا ساخته بشه عاشق زنی میشه به اسم کریستین و این زن چون آقای کارتر رو ترک میکنه ایشون خیلی دل شکسته میشه و یک قطعه ای رو برای ایشون میسازه. وقتی که 1 سال بعدش فیلم توایلایت بهش پیشنهاد میشه دنبال تم‌های مختلفی میگرده ولی آخر سر با تصمیم کارگردان خانم کاترین هاردویک تصمیم میگیرن که از همون قطعه یا اون لافتم استفاده کنن که اون لافتم این روزها معروف شده به بلاز لالابای. بلا اسم شخصیت دختر فیلم توایلایت هست و بسیار بین قشر تینیجر این قطعه پیانو محبوب و معروف شده. چیزی که دیگه میتونم بگم فقط راجع به این که جالب هستش، البته قطعه اصلی همین لافتم یا بلازولابای با یک نوت سی بمول یا نوت بی فلت شروع میشه که تهیه کننده ها قبول نمیکنن چون میگن این نوت خیلی نوت ویرد و بد صدایی هستش و بالاخره هم تهیه کننده پیروز میشه و مجبور میشه که آقای آهنگساز این نوت رو تغییر بده به این نوت خوش صداتر. اینجاست که حالا بگیم باز هم علم از ثروت بهتره، نه اینجوری نیست، تهیه کننده پیروز میشه اینجا. این بود در مورد موسیقی فیلم توایلایت. امیدوارم که این فیلم رو ببینید و قسمت‌های از این فیلم رو من سعی میکنم که پخش کنم. روحان بهمنش هستم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? You know what you are. Your skin is pale white and ice cold. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It does in my world. I don't know how long I've waited for you. What is going on? Security guard at the mill got killed by some kind of animal. An animal. My family, we're different from others of our kind. You brought a snack. What, now he's coming after me? The hunt is his obsession. He's never gonna stop. I'd rather die than to stay away from you. He's got unparalleled senses, absolutely lethal. I'll do whatever it takes to make you safe again. You're faster than the others. But not stronger. I'm strong enough to kill you.
You are my life now.